салом аз Тоҷикистон. Салом аз Қирғизистон дар шаҳри Бишкек. Нилуфар, мо бо шумо дар бораи ҳаёти донишҷӯӣ дар хориҷи кишвар, забондонӣ, саёҳат кардан, суратгирӣ ва умуман рӯзгори имрӯзаатон суҳбат мекунем ва нахуст мехостем бифаҳмем, ки шумо чӣ хел, кай ва чӣ гуна барои таҳсил ба УТСА дар шаҳри Бишкек дохил шудед? Ман худам литсеи рақамият ба номи Муҳаммад Осимро хатм кардам соли 2019. Баъд аз хатми мактаб зиёда аз 10 донишгоҳ ба назарам супурдам ва дар 5 то ё 6 таш гузаштам. دانشگاه آمریکا در آسیا مرکزی را انتخاب کردم چون که در اینجا امکانات زیاد هست. زبانش انگلیسی، دیپلمش هم آمریکایی. در اینجا کمکی مبلغ فینانس поддержка گرانت و استیپендی ها بسیار است و در آینده استیپендی ماجستر را بسیار امکانات هست که در اروپا یا آمریکا تحصیل کرده شود. برای من همین سبب‌ها تاثیر کردن که من در امریکانسک یونیورسیتی زن آسیا که اومده تحصیل کنم. حالا باشم در کورسی چهارم در فاکولته مناسبات بین‌المللی تحصیل میکنم و سال 2023 ختم میکنم. تو همین چهارم کورسی چی مشکلی ها بودند برای شما در تحصیل؟ به نظرم سال اول مشکلی زیاد بود چون که در دانشگاه همه چیز سیستمی آمریکایی می باشد. سیستمی درس، سیستمی رسپیسانی ساختن، هم بسیاری پروفسورها همشون از آمریکای اروپا از تمام جهان. باز چون که من 11 سال با زبان تاجیکی تحصیل کردگی، روسی هم تاجیکی، پس در دانشگاه همش با زبان انگلیسی می باشد. مشکلات پیدا میشه چون که انگلیسی ما سطح نمیدانستم. بسیار مثلا فنهای با زبان انگلیسی خواندن دشوار بود. با این آپیت یکمی من بود که من در خارج روم بیرون از تاجیکستان. ادپتاسی کردن دشواری نبود. تیز ادپتاسی شده. بسیار در اینجا شاگردها هستند از آسیای مرکزی، از قزاقستان، از ازبکستان هستند، از خود قرغیزستان، افغانستان، منطقه دولت‌های اروپا و آمریکا. و مشکلی در درس بود. پس در سال دوم عادت کردم به همش، پس دیگه مشکلی نمیشد. لیکن وقتی که در کورس دوم ما باید استاژировка بذاریم، در وقتی استاژировка کمک دشوار میشد که هم درس ها را هم استاژировка کارهای آفیس کردن. پس بعد از کورس دوم وقتی که به کورس تمام شدم بسیار چیزها دیگر میشود. قشنگتر هم درس با استاژировки دوم باید کنم. پس همونطور عادت کرده رفتم. بعد в общем نمیگویم که در اینجا خواندن دشوار اگر خانه تمش میشد، لیکن اگر هم خوانید و هم کار کنید و هم استاژировка بذارید و به همه мероприятия که در دانشگاه در بسیار мероприятия داریم، کنفرانس هست، بسیار دیگه мероприятия که از با سالی همین و یک تایم منیجمنت سالی دشوارتر میشه. گرانتی شما 4 ساله است، همونه که شما از روی تحصیل میکنید. در همین گرانت 4 ساله به شما چی میرسد بغیر از تحصیل رایگان؟ در همین گرانت مثلا همونطور که ما به دانشگاه داخل شدیم در مابین 4 سال یک بار داده میشه گرانت. در بغیر از تحصیل ежемесячная стипендия هر ماه стипендия داده میشد که ما خوراکواری، جای خواب، استقامت و دیگر رسولمون رو покрывать کنیم. استیپندیا چقدر است؟ استیپندیا وابسته است از همون گرانت. مثلا امی گرانتی من باشد سورس میگیم یا که Open Society Foundation.
открытое общество هست اسمون در هر ماه $500 داده میشه 500 مثلا доллар $500 барои шумо барои хурдану ҷои хобу умуман роҳкиро таҳсил мерасад? میرسد من میگفتم که این زیادم است با من آلیکم میگیرم در کاری که من کار میکنم مهم. این وابسته هم از که ما خیلی استفاده میبینیم این فقرا اگر مثلا حاضر خوراکواری قیمت شدگی جای استقامت کارتیره ها لیکن وای کرده میشه هم کرده дар мавриди кор шумо дар куҷо кор мекунед ва чӣ вазифа доред? من سال 2021 در وقتی که در کورس سئو میخوندم ما بسیار آفیس سنترها داریم در دانشگاه در یکمون اکادمیسکی سنتر هست که ما مراجعه به بسیار فنها درس میدهیم من در فن اکادمیسکی پیسمو طرز نوشتن اسه ها یا استعداد میگذراندن این آموختن این همطور ریپیتیترستوه بعضی چیزا میفهمانیم مثلا основной کورس های یک کورس که باری اول ایسه نوشتن میکنن استعداد میگذراندن این چیزا رو نمیفهمن برای این سنتر گشاده داشته است که ما به ما یاردم دهیم маоши шуморо донишгоҳ медиҳад ё ин ки ҳамон нафарони кор рафтида? دانشگاه چونکه این سنتر در درون دانشگاه اون нафарон ба донишгоҳ пул месупоранд ё ин ки ӯ ройгон аст барои онҳо? برای студент‌ها این رایگان ҳамон نفرایی که ریپیتیتر میکنن пул میگیرن Когда я приехала в АУЦА, я поняла, что здесь очень много возможностей. Я хотела воспользоваться всеми ими. И в течение 3 лет обучения здесь я могу сказать, что я воспользовалась многими возможностями и смогла достичь лучшую версию себя. Например, благодаря АУЦА я смогла реализовать свои уникальные идеи. Например, так как АУЦА партнерствует с Барт-колледжем и ОЗУН, они финансировали 3 моего проекта, и благодаря им мы смогли делать вклад в наше общество. Все мои проекты реализованы в Таджикистане. Первый называется Leadership and Educative Eval Project. Получается, мы подготавливаем студентов из Таджикистана при поступлении в АУЦА. Те, которые не знают об АУЦА, они даже не знают, что здесь есть много возможностей, и финансовая поддержка, и то, что можно учиться бесплатно, они это не знают. И благодаря этому проекту более 5 студентов смогли поступить в АУЦА. И сейчас мы каждый год у нас идет набор студентов, и каждому дается ментор, который в течение всего процесса мы подготавливаем их к вступительному экзамену, процесс финансовой поддержки, процесс, в общем, admissions и так далее. сайёҳӣ як бор биёед шуморем, шумо кадом давлатҳо рафтагед? از آسیا میانه سر میتونیم ازبکستان قزاقستان بودم این قرغیزستان 3 تا از اروپا چخیا شهری پراگ شهری برنو 2 تا پس австрия پایتختش شهری وینا венгрия будапешт германия берлин так нидерланди амстердам پس استانبول همین به نظرم ангуштони ман дигар набурдам. як духтари донишҷӯ чӣ гуна метавонад ки ин қадар давлат биравад, бибинад, саёҳат кунад? Чӣ гуна имкон дорад? به من امکانیت فراهم آورد که من در یک پروگرام است پروگرام نامش تیفاس پراگ نام دارد تیفاس این The Funds for American Studies
پورا میشد. این در پراگ در پروگرام قریب 1 ماه می باشد در تابستان. این که letní школа می باشد. من در همینجا کامیاب شدم. همین سال هم стипендия میداد که проживание, питание همش покрывать میکنند. پس بعد از پروگرام من این امید داشتم که همه دولت‌ها رو به من آسان بود، چون که در اروپا همین مابین شهرهایی که من رفتم شهرهای همسایه پراگ بودند. برای من با اتوبوس و با پاییزم بسیار آسان بود رفتن سیاحت کردن به همین دولت‌ها. از همین قدر سیاحت چی خاطره های خوب ماندند و از کدام دولت ها بودند؟ بسیار خاطرهای خوب، چون که این امکانیت یکمی من بود که من سیاحت کنم، چون که من در کورس 2 هم در کورس 3 از پشت پاندمی من نتونستم که روم. من در بسیار پروگرام ها کامیاب شده بودم، از پشت کووید نرفتم. پس همین سال امکانیت شد که من دولت ها رو روم. اروپا بسیار دولتی شروع می برد. هر دولتی که رفتم در هر دولت унікальність خودش رو داره. نو من میگفتم که از همین دولت‌هایی که من رفتم بسیار سوال دشوار که اگر یک تجربه بکنیم از همه بهتری به نظرم نیدرلند می باشد، امستردامش، چون که بسیار و می باشد افسانوی شهر اگر گوییم. بسیار خوش بود. میایم بلاگری. شما بسیار قدم های خودتان رو در اینستاگرام پست میکنید یا اینکه استوریز میکنید و بسیار ارخیو استوریز هایتان هم خیلی شده است. یعنی شما مهنت میکنید در اینستاگرام، خیلی وقتتان رو هم میگذرونید. بگید که با شما چی میدید همین اینستاگرام بجز از اونی که چند نفر شما رو میشناسد، باز چی میدید؟ سببی مهمه که من این چیزا رو نشون میدهم این شاید موتیواسیون که واقعا بیانی کردن، چون که من میدونم که به غرض شاگردان که در دانشگاه ما میخوانند بسیار دانشگاهی بسیار شاگردانی هستند که در پروژه من اشتراک کرده بودن، میخوان که در به اوتی تحصیل کنند یا که در زگرانیچه خوانند. با همین نشان دادنی حیات خودم درس هایم من میخوام که باها فهمن یکان موتیوات شود که در گرانیچو تحصیل کنن خوانن. ای برای شبکه را بنظرم، چون که من آدمی سوسیالی خودم نه تنها در اینستاگرام نوعی در حیاتی خودم را دانشگاه ما که کلانم نیست و بسیار شاگردا همصحبت نشیم بسیار چیزا رو در مبانی درس ها دیسکس обсуждать میکنیم. به نظرم یکم پیچیده‌اش اینه که یکم چیزی اینفورماتیو به آدما گفتن، چون که دستاریستم خیلی بسیار چیزا میمونم که راجع به حیات خودم، لیکن پستم هر دفعه حرکت میکنم که یکم چی گیرند آدما، یکم اینسایت خوب یا یکم اینفورماتیوی که به واقع ناب است همین باشه. برای آدمی فعال در اینستاگرام البته که مردم بسیار می نویسند. با شما چی می نویسند؟ من موضوعی که از شما بسیار می پرسند یا اینکه قد شما هم صحبت می شوند چی است؟ یکم به نظرم سبب اون که به دانشگاه تحصیل کردم، چون که من در همین پروفیل من گفتگی که студенческая жизнь بودسا به منم آسان‌تر می باشد چون همین چیز رو کردن، چون که من در همینجا بباشم نشان دادنی بسیار نفرم میگن که همه نمیخوام تحصیل کنم چی سویت میگید یا اینکه چی رو باید کنم. بعد از همین سوال ها ما یک سال 2020 ما یک پروژه شدم در تاجیکستان. هر بار که من تاجیکستان میرم من اونجا رفت ترینینگ میگذرونم، ترینینگ درباره اوتسه دانشگاه. بعد از همین پروژه به نظرم 6 یا 7 نفر در مبانی قریب 2 سال تحصیل کردن به اوتسه. مثلا در این پروژه ما 4 نفر میباشیم، با یاردمی ما زیاد نمیکنیم، وظیفه ما همین منتری
ما کنسولتاسی میدیم، حرف سویتو میدیم، مثلا 100% فینانس پیجش گرفتن چی باید نوشتن، چون که نوشتن اسه بسیار مهم میباشد برای هم داخل شدن هم برای فینانس پیجش گرفتن. همین ما اسه شما من بسیار چیزا منتلی میکنم. لازم من در اینجا باشم آنلاین با استودنتا خصیص میکنیم، گپ بزنیم که چی باید کنن، کدام ساحه رو ادبای ساحه هایی که در اینجا هست، در فکرده ها، فینانس پژوهش همش خیلی کسوده است. بیاد در مورد منتوری گفتیم، درباره استیپندیا گفتیم، درباره گرانت گفتیم. شما سه توصیه هم آسان هم نظررستان را که تاثیر میکند، سه توصیهتان رو به اونهایی که میخوان مانند شما در اوتسا تحصیل کنند بدید. سه توصیه. یکمش که مهمتر است باور کردن به خود، بسیار مهم. چون که من در وقتش باور نمیکردم راستیکا و میگفتم که خیلی میکنم شود نه، بسیار حس امنیتی که پیدا میشه. من نمیگم که این بد است، سمنیانی داشتن این یک قسمی پروسس میباشد، یکان چیزی بد نه. دویمش که به نظرم تیار باشید که بسیار دشواری ها میباشد. سیومش همین موتیواسی که شما داره گم نشود، به نظرم بسیار مهم. من بسیار مثلا میبینم که مثلا هر میخوان که چون که اوتسه دانشگاه بهترینی آسیا مرکزی فخر میکنیم، نه که در اینجا میخوانیم. بسیار شاگردان من میبینم که اینجا میآیند تحصیل میکنن، بعد از یک چند سال دلشون میزنند، میگن نه دیلم زد که قرقستان میخوام دیگه جا روم اروپا. البته خوب دیگه جا رفته خوندن، شما که با این مقصد اینجا آمدید خوندن، همین موتیواسی برای خوندن، انکشاف دادن خود، شما که در اینجا میباشید در تمام 4 سال حرکت کنید که همه امکانیت ها را که هست در اینجا، امکانیت ها بسیار بسیار. شما از وطن بیرون تحصیل میکنید، نیت دارید که پس از تمام یعنی ختم کردن ماجستراتور را در اروپا یا امریکا تحصیل کنید. با همه همین والدان چی میگویند؟ نظر آنها چی است؟ نراستی که نمیخواین که من بعد از تمام کردن اول ماجستر کنم، میخوام که اول من شرحر برایم، پس شاید ماجستر کنم و شرحری دم آیل بنیاد کردن، پس ماجستراتور کردن هر دوش رو سرمیتیج کنم. لیکن من خودم فکر میکنم که آیل بنیاد کردن چیزی بسیار جدی میباشد. من خودم راهی به این چیز تیار نمیبینم. سال دشوارتر است به همین جهت فهماندن پدر و مادر، چون که ما میدیم که هر یک والدان میخواد که خوشبخت باشن، فرزندانشان آیله را تیزتر بنیاد کنن، نبیره ها را بینن، همش را من میفهمم. من با این چیزها استالکیویتی میکنم در آیلم. در نکین بکالاورم را در اینجا گرفتن خیلی دشواری نبود، اثر поддержка میکردن که در میخونی زگرینیتسو. لیکن در همین ماجستراتور کردن سالی دشواری هست که میخوان که آیله بنیاد کنن. من امیدوار هستم که برام میفهمن در این جهت. ما هم در تحصیل هم در کار و هم در نقشه‌های آینده‌تان برار می‌خواهیم به شما. هزار رحمت برای صحبت. رحمتی کلام.